بله سلام علیکم. سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. یک سوال داشتم. بله گوش میکنم شما رو. این آدم قرضدار حج رفته میتونه؟ آدم قرضدار حج رفته میتواند یا نه؟ سلامت باشید. سوال دیگری باشد. سوالی هست دیگه داشتیم. آیا در حج بدل عمره نفلی کردن درست است؟ در حج بدل اما انسانی که حج بدل انجام میدهد عمره نفلی کردن میتواند یا نه؟ سلامت باشید. سلامت باشید برادر عزیز. ما در پاسخ با شما هستیم. این برادر ما سوال میکنن که آیا انسان قرضدار، شما یک چیز اهمیت بدین در زمان ما، این یکی از مسائل مبرم روز هست، یعنی مردم با این چیز مبتلا هستند و اکثر حاجیایی که در حج هستند قرضدارند. شما ببینید این میگه که آدم قرضدار میتواند که حج بکنه. شما ببینید اگر شما قرض را از کسی گرفتید که اون انسان شما را قرض داد و وقت گذاشت و خودش هم داراییش چندان نیست، خودش تجارتش چندان نیست، داراییش چندان نیست، در این صورت حج کرده شما حج مبرور نیست. اگرچه از ذمه شما حج ادا میشه، اولی فرض و واجب برای شما است که اون قرض را ادا بکنید. اما اگر اون قرض گرفته شما از کسی هست که میگوید که برادر من تجارت دارم، داراییم هست و به سهولت زندگیم و روزگارم رو پیش میبرم و شما را قرض حسنه دادگی است، قرض بی ریبا بی سود دادگی هست و شما در این صورت میتوانید که قرض دارم که باشید حج بکنید. این هست. اما اگر اون قرض دهنده قرضش رو داره سراغ میکنه، زنگ میزنه، نمره اون رو شما نمیگیرید و اون با چند کس پیام روان میکنه و اون قرض گرفته شما دارای پرسنت ریبا هست، در این صورت شما در این حجتان هیچ ثوابی نمیگیرید. فرض اولی و واجب اولی ادا کردن همون قرض است. و سوال دومی که این برادر از ما کردن درباره حج بدل بود. حج بدل حجی هست که مثلا یک انسان بیمار است، دیگر قدرت بر حج کردن ندارد دیگر توان و سلامتی که حج فرضی بر ذمه‌اش فرض است ادا بکند، یا اینکه پدر ما مادر ما گذشتگان ما حج فرض بر ذمه‌شون از دنیا گذشتند، اونها باید وصیت بکنن ای ثلث مالشون حج بدل بکنن. وصیت هم که نکنن، وارثین اگر کسی بخواهد از پول خودش میتواند حج بدل انجام بدهد یک آدم دیگر. البته یک شرط دارد که اونی که حج بدل انجام میدهد از یک انسان بیمار یا یک انسانی که از دنیا گذشته است، حج فریضه اون رو حج انجام میدهد، از تن او امیر را حج بدل میگویند، این حج بدل کننده باید حج فرضی خودش را ادا کرده باشد. این یک مسئله. دو مسئله، اون وقتی که اوجا میرود در کعبه میرسد، او تا روز 8 ذوالحجه آزاد است. 8 ذوالحجه از مکه احرام میبندد از تن اون آدم و میرود به مینا. بنابراین تا روز حج، همین سوال اینها که آیا عمره کرده میتواند، تا روز 8 ذوالحجه اون آزاد است عمره نفلی انجام دادن میگیرد از تن خودش و از تن هر کس که بخواد حج عمره حج نفلی انجام دادن میگیرد تا روز 8 ذوالحجه.